میشنوی صدای ترکیش؟ این صدای بمب. بیا رفته بین. میرویم. این کیست؟ راهبرمون رو اسیر گرفته است. چیکار کنیم؟ من رفته زن رو گروگان میگیرم. کی میداند چی میشود؟ راه گرد. اینجا انتظار شو. تنی تو با من بیا. خز میگویم. خز سر ده برو. خاموش شو. کجا میبری برو. رفته بمونم. هشت را. سر ده میگویم. گشکان در اینجا کمیته دعوا و محاکمه بود است نه؟ چند نفرید؟ یک مایلش میبینیم. گفتی که یک نفر است؟ یک نفر گفتی که؟ قسم میخورم. مایلش ما دو رو یک حساب میکنیم. راه گرد. سلاحت را پرتو. اگه پرتو سلاحت را. های ببین مغز سر این زن را چخر پاش میدهم. رسید نترسید، حاضر شما را نجات میدهم. سلاحت را پرتو، وگرنه هر دویش رو میکشم. اگر به آنها ذره رسانید تو را چنان عذابهای میدهم که تصور کردن نمیتوانی. شنیدی مرا احمق؟ گوش کن مرا، راهبرمان رو سر ده. مرا نمیشنوی مگر؟ میکشم اینها را، میکشم. اول تو زن و کودک را سر میدهی. اول تو سر ده. این چی خیلی شده؟ راهبرم کجاست؟ آیا همون آدم اومد؟ حساب میکنم. اول این را پس آن تو را میکشم. سلاحت را پرتا. تو دیوانه شدی. این دیوانه مرا میکشد. گفتم که پرتا. اگر نمیپرتایم مرا میکشد. دو پرتا سلاحت را. تو دیوانه ای مگر میخواهی که مرا همینجا کشم؟ گپی من تمام. با راهبرت الوداع ده. تو هم با این زن خیلی خوش کن. اصلا من کسی را کشتن نمیخواهم، ولی وضعیت همین را طلب میکند. خس کم و جهان پاک میگویم. آقا ایگید چی شد این حال؟ بقفا نیگر. چی؟ بازی تو به همینجا پرتو سلاحت را. رسیل اگر بار مرد بر این روبرویم میبرآمدی حیران میشم. بس کن پرتو سلاحت را.
حالا اکه زفر اکه به استانبول آمدی در جنگل در خانه اکه یکی در دستمان مایلش اکه سمکه را که با خود میبردی تجهیزات های گوشکنی دارد. حتی تجهیزات ها برای گوشکنی تلفن هست. من تنها وظیفه‌ام را اجرا کردم. کجایش نادرست است؟ خطا این است که این کار تو غیر قانونی است. من با امر بالا بوده ها گوش کردم. نخود که این چخیل می شود 2 میلیون دلاری که از شیرت طلب کردید آن رو هم با امرهای بالا بوده ها کردید ها؟ آید این موضوع چیزی گفتنی ندارم. آن هم از روی وظیفه بود. عجیب، توفه وظیفه باری اول میشنوم. آن وظیفه به آدم داده می شود که جانش را برای وطن فدا می کند. این چخل می شود؟ از آدمان بیگانه برای فایده غیر قانونی اندازبندی می کنند. اصول کارم این است. از چارچوب قانون که برآمدی منطق به کار نمی آید. گپ زن، از چی میخواهی سر کنی؟ گپ زن. فرمان راست که میگرفتی؟ در میمونخانه نام نوهنگشت را گرفتی. او کیست؟ رابرتون است مگر؟ و در من فلانی گویم این مراتب میپرسی که فلانی کیست؟ فلانی را فلانش میشود گویم باز او را میپرسی. با فهمش شما فلانی و فلانی و نوهنگشته و غیره امکانی با ما چونین مسخره بازی کردن را نداری. دیگر گپی آدم های ارتباط ناکرد به ما به کار نمی آید. برای همین ما را عذاب نداده به سوال های ما جوابی درستی. وگرنه از خودت گله کن. من گناه نکردم. تنها امر را اجرا کردم. احوالتون را بینید. شما فکر کردید که دم ما را زیر کردید اما سری ما را زیر کردید. شما 40 نان باید خدایی کنید. پروا مکن. من در زمین کلان شدم. سر ما را خوب زیر میکنم. زرد خاطررسان میکنم که در این ساحه سردارم 2 ستاره مسابقه بالکان دارد. خودش در این مناطق تجربه با این مارکشی هم دارد. ادوکتم رو میخواهم. مایلش، من راضی. نجیب سردار، ادوکتش را یافته بیارید. مرحمت سردار. тамошобинони муҳтарам, айни ҳол дастгиршавандаe ки мехост ба Русия гурезад зери пурсиш қарор дорад. имрӯз дар амалиёти эргеником як пешравие ба чашм мерасад. айни замон ба мо иттилоъ доданд ки як маҳсули боло ки мехост ба Русия гурезад аз тарафи кормандони амният дастгир карда шуд. бозпурсӣ 2 соат аст ки давом дорад. برایشان دام گذاشتیم. حیران شدم که چه خیل دستگیر شده است. فرخ به ما چی شده است؟ چی شده است؟ سردارم من هم حیران شدم. باید چون این صورت نمی گرفت. در بالا بوده ها از این کار خوششان نمی آید. برایمان میدوند ایبا هم ندارند حتی بے پروا. همه کار را میکنیم. چیزی که در فکر داشتیم تطبیق کردیم و ادامه داریم. در سطح قرار داریم که اگر لای هم بردای میزش نمیماند. به احوالمون نگرید. این دیوانه های ما باشند یک به یک دستگیر شده ایستاده‌اند. سردارم اگر خزینه به دست افتد آنگاه محو میگردیم. ما یک طرف باشیم شما خودتان را خلاص کرده نمیتوانید. من باید با افغان واخورم. میگویم که آنها به میدان برایند. عاجلا یگان نقشه برای غوغا برداشتن باید اندیشید. کبوتر لب سردار با بایگانی رو و چقدر موادی که درباره جنایت دست گرفته به من بیار. اطاعت سردار. نمیدانیم که ما را میفروشن یا نمیفروشن. چی کنیم؟ افتاده را پای زدن یکی از وظیفه های ماست. برای حفظ جان ناخن را دادن باقی ندارد. پرونده ها را چی میکنیم؟
دختر شوهر روزنامه‌نگار رعنا با این خیل قصه ها مراقی کلان دارد. سردارم آن دختر بسیار سرسخت است. برای ما کاری نمی کند. آنها برآمد میکنند. آن بدبخت هم خرسند میگردد که خبری مهم به دست آورده است. حالا که به کی خدمت کردنش را نمیداند. از شرکت ساختمانی کسی پیدا نشد؟ والله سردارم باورتون نمیآید. یک بنده خدا برای بیانات نوشتن نزدیک نشد. کسی را که میپرسید من ندیدم میگوید. کسی همه را سخت ترسانده است. شرکت هم با قوت است، سر راهی نیست. سردارم من دو آنه درد سری من هم اوزیر شد. ضیافت دیروزه چه گذشت؟ سردارم نپرسید. شما جنایت زرد رو دستگیر کردید، اما خبری مهم رو من میدانم. کدام خبر؟ زنی که با من زنگ زد خبر رو در تلویزیون شنیده است. نفری هست که با جنایت زرد کاری مشترکی داشته است. میخواهد که شاهدی دهد. چه جدی میگویی؟ جده در عربستان است آقای ممدوک. منم این شوخی های بمعنی تو رو. یک لحظه، این زن کی بوده است؟ این که جسوران دای مرا کمی به اندیشه میبرند. خیر؟ من گپم رو گفتم، حالا شاهد پنهان است. من هم نمیدونم، لیکن برای واخوری کردن راضی شد. رفتیم اوازک یحیی را خبر کنیم. مایلش. ادوکت جناید آمد؟ بله اومد. رمزی ثبت شده شدند؟ مسئولان تکنیکی کار کرده ایستادند. مرحمت. مشغولت محترم دادستان. بیایید نجیب سردار. آقای زکی یحیی، رعنا به شما گفتنی ها دارد. زنی با او زنگ زده است که نسبت جنایت شاهدی خواهد کرد. خداوندا این زن کی باشد؟ هنوز نمیدونم، اما میخواهد که پنهانی شاهدی دهد. این زن یا فریب از آنها خورده است یا با شرط با ما سودا کردن میخواهد. سردارمان به این هم دائما به خود اصول نگاه میدارد. نجیب سردار حق است. شاهدی پنهانی کلیدی اساسی این مسئله است. میدانید که بعضی نفران این گونه حادثه ها را در رسانه ها آب دادن میخواهند. فکر میکنند که نفری را از قدی کوچه داشته همچه شاهد گذرانده ایم. شما چی فکر دارید؟ اگر خواهید گرفته بیارید. در اول باید معلوم کنیم که تا کجا میداند دو و آن تا چه اندازه درست است. میسنجیم که راست میگوید یا بازی میکند. اگر بازی کردنی باشد؟ این برایمون امتیاز است. آن را تعقیب کرده لختک باز را میابیم. مسئله فهمو. مندو تو با رعنا را شرایط را بزن فهمون. قبول کند گرفته بیارید. ما هم کافت و کاب میکنیم. فکر کنید این زن نقطه مهمی اخباری من است. زود یگان شورش رو میبینیم. تو بازدید. مرحمت شنید سردار. تو برادرم را به قتل رساندی. برادر تو کدامش بود؟ وقتای آخر بسیار کسان را به دوزخ روان کردم. به یاد آوردن دشوار است. فیراد را در روزی روشن در شرکتش به قتل رساندی. وایمی میدونی چی، پیش از مردن بسیار تملا کرد که نکشم، اما آخر من قسم خورده بودم، علاج نداشتم. حاضر جزای تو را این زن و کودک میکشند، مگر به اینها جبر نیست؟ گوش کن مرا، مادامی که قاتل برادرت منم، سردی آنها را هرچی خواهید با من کنید. اگر خواهید تا سهر زیر شکنجه قرار دهید، برانید، کشید، لیکن آنها را رها کنید. این را به این هم میکنم، لیکن من میخواهم که این دو بیگناه را در پیش تو شکنجه دیم. این حالت را در تمام عمرت فراموش نمیکنی. اگر با آنها دست ندهی، این زنجیرها را بر گردنت بسته مثل سگان در کوچه ها میگردانم. سرده آنها را، نرسید آنها را، سم دهید. من بیرحمترین آدمی هستم که در حیات دیده ای. برای دیدنی مرگ دشمنم راضی هستم که جانم را قربان کنم. زن و کودک را سرده، هرچی خواهی با من کن. کدوم کودک را؟ همین کودک را؟ زهرا دخترم.
شما حرام میمونید شما میمونید حیوانهای بی‌ناموس من شما را میکشم به جهنم میفرستم حیوانها رذیلان ناکس خوش اومدید. خوش باشید جانکم. رانو خانم؟ بله. سلام مرحمت. زهیلی که به شما گفته بودم خودش چند سال است که جناید زرد رو میشناخته است. سرکمیسر آقای ممدو از امنیت. سلام شاد شدم لیکن وقتی زیاد نداریم زود سری موضوع میاییم. درباره جناید چی ها میدونید؟ همه چیز. در اومدنش رو، در کجا کار کردنش رو، با کی کار کردنش رو، تا چی درجه دیوانه بودنش رو. برای چی میخواید که نسبتش شاهدی دهید؟ خیلی آسان مرا فریب کرد جناید. مرا هم گوش کرده است. نسبت من یک چند سند دارد. از زندگی پر از ترس بیزار شدم. چی که شود من هم میخواهم که به راحت زندگی کنم. بگویید که شما یگون طلب یا شرطی دارید برای شاهد شدن؟ نمیدونم. ممکن گناهایی که من کردم. گوش کنید. این کار در دست ما نیست. حتی آقای دادستان این کار را تنها کرده نمیتواند. البته که به فایده شما هم میشود. لیکن چقدر نمیدانم. اگر نیتتون فایده کلام باشد ممکن عملی نشود. و من باشد باز فکر کنید. جای فکر کردن ندارد. دیگر چون این زندگی کردن نمیخواهم. من میتوانم گفتگویتون رو نویسم؟ اگر نامم را ندهید هیچ گپی ندارد. فهمیدم. رانو آخر چیزی نقل نکرده است. در ثبت و قید هم ناآمده است. خاطر رسان کنم تو حالا حقوقی دخالت کردن را نداری. چرا؟ من با کارم کفالت میدهم. اول پورا میسنجم بعد همچون شاهدی اصلی گواهی میدهم. مرحمت به شوبه رویم. برای کار با شما. خیر من رفتم. مایلش. از این کار خبر میدین؟ البته میدهیم. با خبر شود. بزن نرس رزیل خاموشیست نرس ببای خاموشیست نوبتی تو هم میرسم میکشم شما را شما حیوانها را میکشم میتوانید که مرا برانید بر سرم برانید کشید مرا لیکن بزن نرسید حالا باشد با تو بسیار چیزها را نشان میدهم این اولی کار است زن را سرده با تو گفتم زن را سرده با من کار نشم نه نمیشود تو با شخصانی که سیر را داشته میتوانند مانند هستی گوش کن با تو چی میگویم یکیت این زن خیلی زیبا بوده است میگویم تنها با تو سرده میکشم مادر خوب هستی میگویم میکشم صبر کن نیال طاقت کن تو را البته خلاص میکنم اگه دخترم رفت التماس نجاتش ده حاضر تو رو چنان عذاب و شکنجه میدیم که عقلت را گم میکنی بر روزی تولدت لعنت میکنی هرچی خواهی کن لیکن از دستت کاری نمی آید نه با تو دست نمیرسانم فقط با این زن میکنم تو تماشا میکنی چشمت را نپوشیده نگاه کن با اون زن دست نمیرسانی تو منو فهمیدی با موی سرش دست رسانی روی دهایت را کنده میخورانمد فهمیدی میخورانمد نگاه فهمیدی نرس با این زن ریختنی بابای دست نرسون بگویم نرس بابای حرام از درون آواز تیر میبراید. از افتش یکیت حالو هم زنده است. یک قدم اونی زنک رو میپرانم نرس با او بابای دست نرسان
شوخی نمیکنم میپرونم. آقای گید سرده مرا میگویم. وضعیت به نهایت دشوار است. زودتر یکی تو رو بکش. عاقبت کاری تو مردن است. سرده زندرو. تو خودت مرا مجبور میکنی که تو را پاره کنم. ای بی خودت مرا مجبور میکنی. سرده التماس مرا سرده. سر میدیم با تو احتیاج ندارم. از او که هر کار رو انتظار شدن ممکن. این آدم رو چندین سال است میشناسم. قاتل است. دیگر چی هم میکرد؟ باور نمیکنم زن رو روی راست پروند. حیران نشدم. از حد گذروند. و فکرم کودک رو هم کشته است. نگاه کن. سلاحم را میپرتایم. زن را سر میدهی و مرا گروگان میگیری. و تو میگویم احمق مرا میشنوی. نیهال آقای گید دخترم را کشتند. آرام شو حالا یاری تجلی را فریاد میکنم. بربروس مرد. دخترم مرد. من هم نزدی آنها میروم. آرام باش خود را خسته نکن. من هم باید نزدی آنها روم. من کجا هستی؟ اوکش! من تو را میابم. درون جهنم هم باشی میابم. میخوای کافتنگر حالا تو بسیار مرا میکوبی. زنه که بیچاره حیف شد. میبینم که دلت میسوزد. ما کارمون رو میکنیم اما آهنی نیستیم. قاتل هم نیستیم. آخرین کودک است. و ما چی فرمانده‌اند همان رو میکنیم. لیکن این خیلی نباید میشد. اوکش! کجا گم شدی؟ برو به میدان!
ба фикрам шартро ман буридам. Одама тирҳоро хӯрд. از کجا میدونی؟ با فکر من یکی رو تیکه و پاره کرده است. چند زنه تیر هم تمام شد. ایستو بگویم فراز ماشین گوشاو التماس نپران بلا زند این رزیل کجا گم شد عجبا ایستا ایستا بگویم باش با تو وام خورم پروا مکن وام خورم البته وام خورم این دفعه رها نمیابی تو را یافته خونت را می نوشم خونت را من جунайд رو از دوره مکتبیمون خوب میشناسم. جوانی پرهوس بود. فکرهای کلان در سرش بود. این فکر خود شما بود؟ در اصل نه. وقتی طلبگیش او را نظارت میکردند. از من خواهش کردند تا با او رفت و آمد کنم. آن وقت خانه هایی بود که ما جوانها آنجا جمع شدیم. کیها به این خانه می آمدند؟ اکثری وقت طلبه های گلچین شده. با شما چه شناس شد؟ من با او شناس شدم. جوانی ملتگرا بود. دویما با او میفهموندم که چگونه وطن دوست باید شد و چی ها باید کرد. راستی گپ گفته های معقولش بود. سال 1995 در سیلو و بعدتر در بوسرا کار کرده است. سالهای 95 عین سرحرکتی و اوج فعالیت او بود. بله میدونم. او نفری بود که نظارتش دشوار بود. چنان دشوار بود که حتی با فکر و عقیده خود حرکت میکرد. راهبر و یا شخص اول با او چی خیلی شناس شده باشد؟ اول من شناس شدم. از نام او وظیفه ها رو پیش می بردیم. نفرت به ارتجاعی ها داشت. در این موضوع عمل کردن می خواست. برای همین گزارش ها آماده می کرد. دائما می گفت که باید ما کاری رو انجام دهیم. شما هم با او همکاری کردید؟ افسوس. و بعدا دیدید که به شما خیانت کرده در حقتان پرونده شده است. نمیخواستم که چنین شود. ممدو این حکایه برای شناس نیست؟ نه هنوز نیست سردارم. ببین زنی که نیت در آمدن به جمعیت فعالان دارد شناس نامد مگر؟ با خدا سردارم نمیشناسم. ممدو سرد را کمی بکار درور. اگر گپی شخصی داشته باشید می توانید در بیرون دوام دهید. ببخشید آقای زکیه بیا با من. خودش چخیل فکر نکردیم. باید از اول تخمین میکردیم. سردارم چی شد؟ چی رو باید تخمین میکردیم؟ اگر گفته های زنک درست باشد اکنون پارچه و جای خودشون رو میگیرن. اشاره کنید من همسرم رو کار فرمایم. ممدو بیدار شو. این حکایه حالم برای شناس نبرآمد. نه یک مرتبه است که میشنوم. گوش کن. جنید زرد وطن دوست دار ملت دوست باید کار انجام داد. خیر. بعد زنی وارد میکرده. خیر. کیست این زن؟ زحال. شد. با جای جنید زرد یکی را گذار.
یک بار دیگر میپرسم کیستانسن؟ ملیکا. سلام امدو. و تو چی شد؟ من تو را نمیفهمم. سردارم عقل و هوش نموند. با خدا در یک روز 3 ساعتی خواب روم هوشم به سر آید. ملیکا در اومده است میگوید. یگیت از همه زیاد با او میخورد. ملیکا یک لحظه از تو یگیت دور نمیایستد. تا آمدن ملیکا در یگی تغییرات دیده نمیشد. هرچی نباشد و دختری کبوتر. چی خیلی فکر نکردیم. اکنون چی کار کنیم سردارم؟ ملیکا را تعقیب جدی میکنیم. یگان چی را پای نخواهد بود. هر قدمش را تعقیب میکنیم. آچه‌اش را آب برد. اگر گفته‌تون درست باشد پس به چی احوال افتیدیم؟ انا یگید میبراید. بیچاره خیلی افگار شده است. با من زنگ میزند. یگی در کجایی؟ مرا با آنجا بر. تو خوب هستی؟ چی در داری؟ همشون رو میابم. یک همشون رو میابم. از همشون قصاص میگیرم. همشون رو میابم. پیکاس را میگویی؟ بله. چی شد؟ چرا برگشتی؟ آخر نمیرفتی؟ با تو هرچی گویم همان را کن. به من سوال نده. تنها گفته هایم را اجرا کن. مایلش عصبی نشو. برای همین شب وقت جدا میکنیم. تو مغلوب شدی. شرط رو من بریدم. افسوس که مغلوب شدی. شد که داری عشق غالبایی. اکنون میبینیم. بیا دیگر اینجا زیاد نیستیم. بیا چی رو انتظاری؟ سردارت را حبس کردند. بیایید سردارم، بیایید سردار. تو اصولی گوش کردن تلفن ها را سرفهم میروی؟ این تجهیزات ها را من آوردم. پروا نکنید. تا امروز در همه گوش کردن ها حصه هم موجود است. کارها بی عضو ادامه می‌یابد. از عهده کار برآمدن خیلی خوب است. روش بازی که برآمده شود بازیگران نه آنقدر مهمند. همه مسئولیت به دوش تو. سردارم،
مطمئنم که اگر مثل شما راهبر بالای سرمان باشد یگان کمبودی دیده نمی شود. حتی پرونده ای را که نسبت جنید زرد گفته بودید تیار کردم. خیلی خوب. چیکار کنیم؟ به مطبوعات پهنش کنیم؟ نه هنوز کنه بینیم در بازپرسی چه میگوید. شاید صداقت نشان داده خاموش میستد یا برای نجات خودش بلبل بری میخواند. همین که امر کرده پرونده ها را پهن میکنم. تو گوش کردن گیر. برای آب دادن این دعوا کمترین امکانیت ها را هم استفاده باید بود. خوب شده سردار. من هم برای واخوری با 7 گانه نقشه باید فراهم کنم. باید نقشه ها عملی گردند. چرا کسی نمی آید؟ چرا از کسی صدای نمی براید؟ آیا ما این قدر به قوت بوده ایم؟ با من میگفتند که پلیس خودش کس که ما را بازپرسی میکند. این خلداد فیغان نبردار. اینجا شاهد پنهانی گواهی داده است. بر ضد تو دلیل دارد. این از کجا برآمد؟ کی بوده است؟ نمیدونم، دیگر چاره نداریم. اگر گفته‌هایش تصدیق شود کارمان باز هم دشوارتر میگردد. مرا میفروشند. میدونم میفروشند. به حیاها. کمی آرام باش. کسی تو را فروختنی نیست. از سحر در همین جایم. دیوانه شدم. گوش کن مرا. من به حبس نمیروم. من به حبس نمیروم گفتم. آرام باش، تو را حبس کردنی نیستیم. کنی بینم این شاهد پنهانی چی میگوید. به این هم چیزی را اثبات کردن نمیتوانند. علاج که نشد از بالا فشار آورده تو را میبراریم. بیا میرویم. او را به کجا میبرید؟ به مهمانخانه. امشب در اتاق پادشاهی میایستد. تو چه ها میگویی؟ امشب را در نظارتخانه میگذرانی. راه گرد. من از اینجا میبرایم. حتما میبرایم. کاری کرده از اینجا میبرایم. اگر من رفشنی را نبینم کسی دیگر هم نمیبیند و نخواهد دید. بهترش به خوبی آمده مرا برارید. آنقدر گوش کرده ای که مانده شده ای و اکنون وقتی دمگیری تو آمده است. باید برایم. درا احتیاج پیدا شود به اتاق خدمت رسانی مراجعت کن. و مثل مهمانخانه رسیه نمی شود اما اتاق دولتی است. به همین قناعت کن. مرحمت اینجا گذار. با شما بگویم مرا سر جناب، در راه را با مسافران خدمت نمیرسونیم. باید به درون درآیید. اگر به اینجا در آمدن نمیخواستید این را پیشتر فکر کرده به کارهای حرام دست نمیزدید. التماس خواهش میکنم مرا سر دهید. گم شده. مرا سر دهید. من باید برایم. سر دهید مرا. خواهش میکنم مرا سر دهید. مرا سر دهید. خواهش میکنم. کنی بینیم در حقیقت ملک هستی و یا شیطان هستی ملکه خانم. انشاءالله فریب خوردم. سلام. کار روز از روز عجیب شده ایستاده است. این کی باشد باز؟
خنده کنید حالا. دختر جوان در نصف شب با مرد در جای تنها وا میخورد. سبب چی باشد؟ انتظار شویم و فهمیم. اینها کجا گم شدن در یک لحظه؟ والله زند. چه امر دارید سردارم؟ بله، چه خیلی که با شما هم معلوم است با ما ضربه سخت زدند، ولی ما استواریم. رشاد را میشناسید؟ البته. همچون به یک نفر کارمندی بالا حیفم می آید، اما تقدیر در دست خودش است. غیب زده است؟ هنوز نه، لیکن جناید را خوب میشناسم. ضعیف است، بر فشار طاقت نمی کند. امشب به راحت خواب رفته نتوانستم. برای خوبی به راحتتان چیکار باید کنم؟ شیر گرم خیلی خوب است، لیکن نمیدانم. مسئله جنایت رو از ریشش کنیم چی؟ انا چاره خوبی خوابی به راحتم. خداوند جنگ من برای فهمیدن تشکر. او کش دادر فیراد. اگر داند که جنایت فیراد را با پلیسا فروخته است، یعنی کار کرده جنایت را میکشد. این آدم دیوانه‌ای تپتیور، در بدنش موادی ترکنده مانده می‌دراید. فکر میکنم این را چون پیشنهاد قبول میکنم. اگر او چنین کرده تواند، این فکر والا است. خواطر نشوید، او کش مبتلای دارو است. چشمش را نپوشیده این کار را میکند. مایلش، خبرهای تازه اتان را انتظارم. در اصل کسی مرا جیغ نمیزند، کسی نمیپرسد، لیکن یک استثنا میکنم. بگو، تو را گوش میکنم. امروز در پیش چشمم یک زن و کودک را به قتل رساندند و من کاری کرده نتوانستم. کارهایی که در پیش چشم من کردند، اگر گویم زنی حامله بچه‌اش را میپرتاید، این دو جسد چرا تو را اینقدر پریشان کرده است؟ آنها از این دنیا آرمانی رفتند. همه جا پر از افلاسی، پر از حیوانی. تنی تنها نمیتوانم. تا چندی میکشم باز هم زیادتر میشوند. من دم ما را زیر میکنم و فکر میکنم که سرش را زیر کردم. چرا همه اینها را با من نقل میکنی؟ روان شناس، در صف ما برای ضعیفان جا نیست. پیشنهادت تغییر نیافته است؟ انا آمدند. آرام باش. چی شد؟ تنها نیستیم. اینجا ماشین ایستاده است، ما رو تعقیب دارد. در کجا؟ راست در پس من. آهستگی نگاه کن.
دیدم. چیکار میکنیم؟ چیزی رو فوش نکرده؟ خیر گفته از اینجا میرویم، فهمیدی؟ تا بازدید. خیر چی میگویی؟ تو ما را چی فکر میکنی؟ چی من با آدمی پرنده پرور مانندی دارم؟ جواب ده. و فکرت خیلی آسان است؟ یعنی اگر پیشنهادت تغییر نیافته باشد من آن را قبول دارم. ببین در این کشور چقدر افلاسی هایی که هست ما هم قاطیده ایم. سازمان های جانبداران راست چپ گروه های دیندار هم مایم. چی خیل؟ من چیزی نفهمیدم. قصه اسب ترو رو میدانی؟ بله میدانم. انا قصه ما همین خیل است. همین خیل نه؟ یعنی به داخل گروه ها وارد میشویم؟ قصه ما همین خیل است. وارد شوی و در این گروه ها وارد می شویم. یگانه راهی سرکوب کردن آنها همین است و درونشان در آمده قدر پیدا می کنیم. چی خیل می شود؟ آسان است. چقدر که از خودت نفرت کنی همان قدر عزت پیدا می کنی. کسی را که دشمن می دانند تو هم دشمن می دانی. تو را به حیرت می نگرند. مثل تو شدن می خواهند. بعد یک لحظه که خودشان انتظار نیستند بوم. کاری ما همین است. با آتش بازی میکنیم. نه به همه معقول است. این مثل در دست تپانچه داشتن و به هر طرف تیر خالی کردن نیست. این کار عقل و ذکاوت و صبر کردن را طلب میکند. من این گفته هایت را کرده میتوانم. تو بسیار یک رو هستی. مثل پدرم هستم. درباره او چی ها میدانی؟ بسیار چیز میدانم. از تو زیادتر میدانم. مثال نفری بود که خود را پنهان میکرد. بسیاری کسان او را مست و علس میدانستند لیکن چنین نبود. او یک داستان بود. زیرا در او جسارت ناتکرار دیده میشد. ذکاوت داشت. من راستی حیران میشوم. خودم پدرم را اینقدر نمیدانم اما این به تو چطور میسر شده است؟ بیدار شو. این راه پیش گرفته پدری تو است. ما همه شاگردان او هستیم. گوکمین اینجا جدا میشویم. تو نزد او کش رفت. باقی کاری من است. شد احتیاط باش.
با من میگوید؟ خواهش میکنم با من کمک کنید. بله با من میگوید. این دختر یا بسیار ساده است و یا زیرک. ایوا این نجیب کو. آقای نجیب این چی تصادفی عجیب است. در اینجا چی کارو میکنید؟ تماشا بر اومدم. بخیر است؟ آنا میبینید آقای نجیب ماشینم ویران شد. نزد یک رفیقم رفته بودم لیکن گفت که بی وقت شده است. کاری کردن نمیتوانم. پگاه بیا گفت. و تو در راه موندی. دو خطای پی در هم. برای تعمیر در این ساعت و در این ساعت زنی جوان تن و تنها. حالا همین کار رو به کلی از خود نکردم. نمیدونم که این ماشین چی دردی پیدا کرده است. یک بینم چی؟ تو سری چنبرک شد. در گیران. آنا کار کرد. خدایا توبه. ماشین دردی ندارد. پگاه البته به استخانه میبرم. خوش تو به خانه رفته میرساند. اگر خواهی من تو به خانه میبرم. تنها کمی راه های خطرناک است. نه من خودم میروم. به شما تشکر زیاد. شب بخیر آقای نجیب. به آقای هنر سلام رسانید. شکر که شما را بخوردم. شب بخیر. شب بخیر. میگوی که رفیقم کی باشد؟ داند هم یکیت میداند. چی خبر مندو؟ چی کردی؟ سردارم یگید یک ساعت پیش از خانهش بر آمد. با فاتح شیر گرفت و بعد با آدمی واخورد. اما از اینجا چیزی رو درست دیده نمی شود. از پایگی چاو حتما دستگیرش کن. با شوبه بیار. هرگز نمی آید سردارم. پس بسته بیار. چی خیل بسته؟ بالای چشمت ابرو هست بگو. یگان بهانه یاب. کوشش میکنم. لیکن این چی خیل می شود؟ پدرم همیشه به حال خودش بود. حالا من همچنانم. او برای من خیلی بر وقت مرده است. یک میزده بوده است. همین خیل بود. همین خیل میگویند. آن چیزی که دیده ای نیست. پدری تو دوستانه بود. چشم سازمان بود. بسیاری ها نمیخواستن. دست و پایش رو بستن. خفهش کردن. بعداً ما را یافت. تربیه کرد آدم شدیم. چشم سازمان؟ نام مخفیش مردوین. مردوین؟ ببخش که تو را به حیرت گذاشتم اما همه گفته‌هایم حقیقت است. حاضر تو همه چیز را گفتی. باز ما میبینیم. بهاگذاری میکنیم. کنی ببینیم برای ما چی فایده میآورد. درباره پدرم باز چی ها میدانی؟ اگر با ما همراه شوی برای صحبت وقت زیاد میابیم. کدام وقت؟ تو را چی خیلی یافته میتوانم؟
من تو رو میابم. مردوین؟ مردوین؟ مرد؟ ایوان مرد؟ ایوان مرد؟ ایوان بخیر است؟ شعر میگویی؟ دیگر جای واخری نیافتی مگر؟ چی عیب دارد؟ مرده ها از زنده ها سیر را زیادتر میدانند. چی سیر بوده است؟ قاتل اساسی یکه فیرت را میدانم. براستی؟ کی بوده است؟ جنید زرد. از اکه $2 میلیون خواسته است. دید که نمیدهد با سرکمیسر او را میکشد. نخود این دامی به ها رو ببینه؟ باز شما را میفروشد. پلیس دستگیر کرده است و چیزی که هست گفته ایستاده است. گروه شما را در همین جا محو میگرداند. این خیل نمیشود. راه نمیدهم. چیکار میکنی؟ چی میکنم؟ یک تیرش میزنم. حاضر در شعبه است. کارت غیر امکان است. پس با خشک تر هم میسوزد. همه‌شان را یک جایه میکشم. در بدنم ماده ترکنده میگذارم و وارد میشوم. این خیل نمیشود. چی خیل نمیشود؟ تو مرا نمیشناسی مگر؟ جانم را دریغ نمیدارم. این از دعوا، این از جدال. این دشوار است. میلش تو خود خواهی دید میشود یا نمیشود. مندو تو اینجا چیکار داری؟ تو مرا تعقیب میکنی؟ ما مثل تو بیکار نیستیم. آخر تو هم ما را قبول میداری که در ادای وظیفه ایم. خب از من چی میخواهی؟ پیش درو به شعبه میرویم. آیسته دستت را گیر نباشد. سردارم با تو صحبت میکند. خدایا اگر گپ داشته باشد مرحمت خودش بیاید. چرا تو را روان میکند؟ بسیار گپ نزن. راه گرد. نباشد دستایم را بند برادر. میبندم. چی بود؟ من چی گناه دارم؟ تو عملهای ضد قانونی میکنی. چی خیل ضد قانونی؟ راه گرد. دستگیر شدی. دوستم مگر تو دیوانه شده ای؟ دوستم حقارت در وقتی ادای وظیفه زمیمه میگردد. گوش کن. دومی سگت کج گفته مرا اسیر کردن نمیتوانی. تو فهمیدی مرا؟ دوستم کوچه ایم. خاموش باش. آخر من کار دارم. سرده. مرا فروختند. روی راست فروختند. من در حجره حبس خانه نمیپوسم. هرگز نمیپوسم. من حبس نمیشوم. میبرایم. اما چی علاج؟ با چی علاج؟ خود را به بیماری میزنم. علاجش همین. خاطر دعوایمان
برای آزادی خلقمان شهیدان دور نمیمیرند. تو اگر جنیدی زرد باشی من اوکشی سرخم. چی شد برادر؟ افتیدم، سرم زد. در این خانه میده چه خیل افتیدی؟ سرم را زدم، افتیدم. یاری تاجیل را جرزنت. یاری رسان حکمت، یاری رسان. الو، یاری تاجیل را روان کند. کسی زخم برداشته است. اینجا چی گفت شد؟ چی شد؟ سردارم جنید زرد افتیده است و سرش کفیده است. افتیده است؟ چه در جای تنگ میافتد؟ نمیدانم، اما در حقیقت از سرش خون میریزد. خدایا خداوندا. چی گفت کدش؟ سردارم با حجرش در آمدم، سر و چشمش پر از خون بود. افتیدم میگوید. چه افتیده است؟ و مثل که ماشین زده است. نمیدونم سردارم. زودتر یاری تجلی، از هوش میروم. یاری تجلی جغ زده؟ بله سردارم. سردار ما اومدیم، در پیشی داریم. انتظار شوید میآیم. احتیاط کنید این رو. مایلش سردارم. سردارم پیش از ما اومده است. بسیار خوب. شاید به اتاقی بازپرسی میدراییم. جورا جان خاموش است. برایت گپ دارد البته. تو هم فهم آخر برای خوبی تو میکند. گوش کنید. من از بیگانگان هرگز ننالم که با من هر چی کرد آن آشنا کرد. خدای بزرگ من. سردارم فاتح در خانه شیر میگوید شما اینجا با من بازی میکنید. یکیت هر چی کردی خود کردی و خود یافتی. باز چی یافتم؟ برای مثال آشناهای نو یافته ای؟ کی مثلا؟ ملیکه. راستی گفت دختری زیبا، فارم، خوش صحبت. این به شما چه دخل دارد؟ مهراب جدیدترین فیلمی سال عزم و تلاش. دلو نزدیکن چی؟ طغیان عشق، کوخ بربط، شکست آرزوها، آخر شکارش برار میگیرد، احساس تلخ و درد شیرین. یک هفته شد خط و خبر نیست. فاجعه روزگار 12 فوریه کوخ بربط ساعت 14 یک جویا با سایر سینمای نو. бо донистани калима ва воҷаҳои зиёд суҳбати шумо шуниданӣ хоҳад буд. воҷаномаи электронӣ аз тақдимоти маркази продюсерии ҳамсадо
барномаи электронии вожанома бо 4 забон: тоҷикӣ, русӣ, англисӣ ва туркӣ. Осон ва қулай барои тарҷумонҳо, муҳассилин ва кормандони корхонаву идораву муассисаҳо. бо истифодаи ин вожанома ки бештар аз 130 000 калима дорад, шумо калимаи заруриятонро дар 1 сония пайдо мекунед. барномаи электронии вожаномаро шумо метавонед аз дилхоҳ мағозаи фурӯши дискҳо пурсон шавед. телефонҳо барои маълумот 907 59 28 28 907 79 28 28. якҷоя барои ғанӣ гардондани бунёди луғавӣ ва барои ҳамсадо будан кор хоҳем кард. ҳамсадои дили шумо. филми сироҷиддини ғафурӣ. زن باید پیدا شود. من همین کس را میشناسی؟ فهمیدی دنگی و تو یک سپارش قطعی گپ سر حسی میلی است. ما در 100 روزه قسم میده. کسی که زن هفته آینده توی نه دوستانی نانی زبان مسکوا دوشنبه همشهر اکشن فیلمی سکوت تولد سینمای نو روزهای نزدیک علی را دوست می‌دارد. جوابم را داد. در فروش استودیوی سوربن. بس سکوت نسخه اصل تنها از جانب استودیوی سوربن. همه مسئله حل شد و تنها مسئله من ماند. حیات شخصی من به شما چی ارتباط دارد؟ سردارم چیگه باشد؟ میگویند که جناید افتیده است، برای او آمده است. در برش 2 پلیس نیو 4 پلیسمان از بیمارخانه دور نشوند. با کسی هم صحبت نکنند، احتیاط کنند. اطاعت سردار. یاری دهد یاری دهد بردارید سرم از دستش بردارید کند آن همین آیسته بردار این طرف بردارید آن همین بردارید باید به یک چند رسمها نگری. خاموش، سردارم با تو میگوید. این کارمندی نوست مگر؟ کدامش؟ نه یکوما رو تیبا میبینم. کنی بین در رسم بوده رو تو میشناسی؟ اوکش اوکش جورا جون یگی تو چیکار میکنی؟ حامیان فیلم در مرکز پرودوسوری همصدا از ترکی به تاجیکی گردانیده شد. کارگردان و محرر غیور اشوری رستگان، مهندس ثبت آواز و تنظیم لطیف زوربک، ترجمان الهام ظهوریان، راهبر گروه ایجادی فرهاد سفر، پرودوسر کاملجان سفر. به نقش‌ها آواز دادند فیروز قمر، عاطف قادر، ناظم ملیک، ملاحت بانو، نسای محمد جان، سلطان مراد بابا مراد، شهرت رحمت الله، دولت عبیدالله، نظیرمد موسی، دلربا بانو، صلاح الدین شکرو، زهرا بانو، فرقت، مهر نسا، خوشنو و دیگران.